اور اگر در یک سال پوستش عوض یک بار کند، جهمی های خوبسا هر ماه، هر 2 ماه 3 ماه مذهبشون مثل پوست عوض میکنند، مثل لباس سامری، مثل همین جامعه برینم جامعه را میکشد میپرتد، عقیده را میگیرد میپرتد دیگر میکند، عقیده را امروز دیگر میکند، بیگاهی عقیده دیگرش با این کار میکند. این خوبسا انا همچین نیست. انا کن وقتی که ما این عذر المشرکا رو تیت و پیت و شرمنده و ریز و چاش کردیم، برادرها اهل توحید، حقخواه مردم حقخواه هست. والله این دین دین فطرت است، دین عقل است، دین عقل سالم و فطرت است. مردم انا میخیل جماعه طائفه به طائفه آمدن، جهل عذر نبودنش، مشرک بودنش، کفر به طاغوت آموختند و فهمیدن. جهمی ها پوست عوض کردن، مثل ما گفتند پوست نو. جهل عذر نیست، اما جهل اختلاف دارد. مسئله جهل، عذر بالجهل، عذر بالتعویل، عذر بالخطا، عذر بالتقلید اختلافی است. اما قول راجح جهل عذر. این خوبسا قول راجح هم نگفتن، گفتن که ما جهل عذر نیست میگیم. اما دیگر علماهای بزرگ گفت راسخ جهمی کلان کلان علماها همه میشناختن. این علماها کتاباشون غفص اینها منهج کتی گپ نمیزنند. دلیل اینها علمای کلان کتابشون غفص، قال الله قال الرسول قال الصحابه نیست. همین کتابای غفص دار علماهای کلان کلان چی بودند؟ جهل عذر میگفتند. این خیلیشان بود است. یعنی پوست دوم، تکتیک دوم آمدن گفتن که جهل عذر نیست، لیکن این مسئله اختلافی است باقی ندارد. سراب یا دلیانم سوالش حتی همین ابو صهیب جهمی، قناعت جهمی، این مشرکین همین عقیده را پیدا کرد. البته که ما رد زدیم، اینها را شرمنده کردیم، اجماع را ذکر کردیم. از زمان پیامبر، نه فقط از پیامبر، از زمان نوح علیه السلام اجماع را نقل کردن آمدیم که این اجماع فقط در امت پیامبر محمد علیه السلام نیست. این اجماع از زمان نوح علیه السلام است. همه انبیاء و المرسلین اجماع کردن که جهل اختلافی نیست. همه انبیاء و المرسلین اجماع کردن که در توحید جهل عذر نیست، تعویل عذر نیست، این باطل است. این اجماع همه انبیاء و مرسلین، اجماع صحابه بعد از این، اجماع تابعین، اجماع تبع تابعین تا امروز ما نقل کرد. اینا شرمنده شدند و بعضی از عده‌ای که تماشا کرده میسودند، اینها مارهای کبرای خبیث، اینها آیسته آمدند و پوست با دیگر کردند. گفتند که جهل در کفر اکبر شرک اکبر عذر نیست، تعویل و تقلید عذر نیست، عذر المشرک هم مشرک است. اما این سخنشون فقط به اهل کتاب ربط دارد. اینها این سخن گفتند. برادرای بیچاره ببینید حق برسیدن چقدر مشکل است. والله مردم عامه چقدر در مصیبت است. این خوبسا گفتند که جهل عذر نیست، تعویل تقلید عذر نیست، عذر المشرک کافر و مشرک است. اما این سخنشون دوام دارد. دوامش نگفتند، فریب دادند. دوامش چیست؟ این سخنشون فقط به اهل کتاب کفار اصلی ربط دارد. مشرکایی که در خود را به اسلام نسبت میدهد، مشرک نمازخوان، مشرک لا اله الا الله گفته، کسانی که خود را به اسلام نسبت میدهند و شرک اکبر کفر اکبر میکنند، برای اونها جهل، تعویل، تقلید عذر است. در این مسئله عذر المشرک وجود ندارد. به مانند واریث، محقق، این خوبسا خودشون سلفی و محدث گفتند. اینا گجا و محدثی گجا، اینا از اهل سلف فرسخا دورند. ما اهل حدیث هستیم، ما اهل سلف هستیم، ما اهل اثر هستیم. سندن اثبات میکنیم که اینا ضعیفند، اثرا اثبات میکنیم که اینا اثری نیستند. اینا اثری نیستند، اینا ظنی دینشان شکی است، اینا شکاکی خوبسا است. نه اهل حدیث، ما اهل حدیث، اهل اثر، اهل اثر و اهل سلف هستیم، اهل سنتی و الجماعه. کنی اثری که از سلف بیارد کجاست؟ سند کنی. در دین اینا نه سند است نه اثر است، فقط عقل کلامی های خوبسا. وقتی که اینها را شرمنده کردیم،
راسخیه به وجود آمد. این خوبسا میگوید اینها یک مار دیگر باز پوست عوض کردند و آمدند که جهل، تعویل، تقلید عذر نیست. مشرک کافر است، مشرک است، عاذر المشرک هم مشرک است، ولی کفار و مشرکین مسلمان است، هم کافر و هم مسلمان است. تکفیر کردیم، پوست من برای من گفتم مار در یک سال پوست عوض میکنه. راسخ جهمی هر یک 5 دقیقه بعد از این میگه نه مسلمان لغوی است، نه مسلمان جهمی است، نه من نگفتم، این گپ دروغ است، نه بله راست است. همه گفتن نه نگفتن. ابوالغریب راست گفت، نه ابوالغریب احمق است. همین سخنهای دیوانه‌واری مجنونواری سخن همین راسخ است. این پیش از گمراه بودنش مجنون است. این خبیث مجنونی معذور نیست، این مجنونی غیر معذور است. این خودش را به مجنونی زده است. و بعد از این الله سبحانه و تعالی خبثا رو اینقدر خبیثن که الله اینها را ظاهر میکنه. چخیلی که منافقین را پیامبر صلی الله علیه و آله ظاهر میکردند و الله خودش گفته است که منافقین را 2 عذاب است، عذاب در این دنیا و عذاب در آخرت. حقیقت اینا ظاهر میشد، ظاهر کرد و بالاخره در آخر آمد و چی گفتی خبیث؟ مطلق کفار را مسلمان گویت هم بدون قرینه هیچ باکی ندارد و یک چند کس رو همراه خودش، البته هر یک فتنه یک چند کس رو گمراه میکنه. یک چند کس سبب باز انیقتر و دقیقتر فهمیدن دین میشود، یک چند کس انیقتر و دقیقتر دین میفهمند، یک چند کسی دیگر الله سبحانه و تعالی اگر خواسته باشد گمراه میشد. هدایت کننده و گمراه کننده الله سبحانه و تعالی در دست هیچ کسی نیست. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. پس بالاخره بارک الله فیکم پوستشون رو باز عوض کردن. فهمیدید برادران؟ پوستشون رو عوض کردن و یکی از پوست های عوض این است که یک از معروف راسخ هم با نازکترش است. آیا باور دارید؟ بعد از معروف راسخ هم است یک دیگر خیلی مذهب نازک جهمی است. از معروف راسخ هم نازکتر. معروف راسخ چوجه احمق بیقنات است. این شرمنده. ما ایره میگفتیم که جهمی های نو برآمده به طریق زیرکی برآمده. یک کلمه زیرکی برای معرف راسخ حیف است. این یک پا در هوا نسکی را به سر زده، فهمیدید، گوشش را آورده به پا زده. این یک کذاب، همه فهمیدن. لیکن در حقیقت یک جهمی نو جدید برای شما جدید. این جهمی در بین عرب ها بود و ما میدانستیم، لیکن امروز به نزد شما هم رسید. شاید بسیاری حال بیخبرند، حال ما آهسته به شما کی بودن اینها، چی بودنشون هم میگیم. و همین خوبسا سبب شدن که من رساله نوشتن رو شروع کردم. اگر خوب دقت بدید، این شاید جهمی اتپی درجه آخرین است که اگر شما انمین جهمی ها رو خوب فهمیدید، فریب اینها رو فهمیدید، نقشه اینها رو فهمیدید، جواب داده به اینها توانستید، والله شما حق را عمیق و دقیق در این مسائل کفر ایمان فهمیده هستید. باذن الله شما خودتون احتیاط کنید، در حق باقی میمونید. باذن الله حرکت کنید. این چگونه است؟ اینا میگن که جهل عذر نیست. کسی که شرک اکبر میکند، خب اهل کتاب کفار گفتن، اهل کتاب گاب نیست. کسانی که در خودشون را به اسلام نسبت میدن، قبوری ها، رافضه، صوفی، میگن که جهل عذر نیست. و مشرک تکفیر اسم مثل ما، تکفیر اسم معذبت جدا میکنن. مثل ما میگن که مشرک اسم میگیرد، جهل عذر نیست. میگن ای ماشاءالله تبارک الله، عذر المشرک مشرک است. یک قسم علماش زود جوهلاش به اول حجت میرسونیم. چی؟ همین عیناً چخیلی که علمای اهل سنت بیان میکن. کنی کجا جهمی است اینا؟ انا که گوش کن. اینا میگوید که ولی میگه تأویل عذر است، جهل عذر نیست.
تأویل خطا اجتهاد عذر است. یعنی یک نفر علما، یک نفر از علما اگر خطا کرده، یعنی اجتهاد کرده، برای حق فهمیدن اجتهاد کرده و در روش اجتهادش تعویل کرده و تعویلش خطا است، یعنی تحریف برآورد، حرکت کرد که حق را یابد ولی نتوانست، اما اعراض نکرد، روی نگردانید، حق میخواست اما تعویل کرد. به مانند جهمی ها، به مانند اشعری و ماتریدی ها میگوید که این جهمی ها اینها کافر نیست. انا که فهمیده مشکلی اینها در مشرکی آدم جاهل نه، مشکلی اینها در بالای مشرک شدن قبر پرستانه. همین در بالای قبر پرستان مثل من شما صحبت میکنم. مشکلی اینها در دفاع جهمی ها، به خاطر چی این مذهب رو به وجود آورد؟ به خاطر دفاع کردن علمای اشعری، به خاطر دفاع کردن علمان مذهب اشعری و ماتریدی. و این خوبسا گفتند که تعویل عذر است. برای همین گفتند سخنهای سلف صالح در تکفیر جهمی ها عام است، عموم است. گفتند عین نیست. یعنی چی گفتند؟ گفتند که مثلا ابو حاتم الرازی، ابو زرعة الرازی وفات کرد 256 هجری، 260 بله 56 هجری. ابو حاتم الرازی 279 هجری اجماع را نقل کردند و در این اجماع گفتند که الجهمیه کفار، الرافضه مرقوا من الدین، مثلا المرجئه ذلال و مبتدع. انا همچین سخنها را گفتم. جهمیه ها را کفار گفت، رافضه ها را هم کفار گفت. این جهمی ها می آیند و میگن که بله جهمیه های ما در وقتی به صورت عموم میگوییم که جهمی ها کفار است، یعنی میگوییم که بله سلف گفتند الجهمیه کفار، عموم عام میگوییم. اما یک آدمی معینی جهمی رو بینیم، خواه عالم خواه جاهل، ما او را مسلمان میگوییم. تکفیر عین کردن به حق نداریم. بعد از قیام حجت هم حق نداریم. اما اینجا منهج از منهج مدخلی هم بدتر میشه. خوب باری دیگر میگن که هر کسی که قبوری است کافر است، اسم میگیرد اما معذب نیست. هر کسی که قبر پرست است کافر است، مشرک است، تکفیری اسم است. اما جهمی با آمدگینده میگن که جهمیه ها کفار است، اما یک آدم جهمی رو تکفیر کرده نمیشه. یک آدم معین بیاد و که الله در بالای آسمان نیست، تکفیر کرده نمیشه. کلام الله مخلوق است، تکفیر کرده نمیتونی. حجت رسانی هم تکفیر کرده نمیتونی. بعد از حجت هم حق نداری. علماهای جهمی از زمان سلف سر کرده تا امروز حق نداری تکفیر کردن. اگر تو تکفیر کنی این جهمی ها، علمای جهمی را، تو خوارج هستی، تو تکفیری هستی، تو سخت گیرنده هستی، غلاط هستی. این خیلی مشایخ ها، این خیلی طالب علم ها، این خیلی عقیده ها زیاد است. در یاد دارید مسلم روس ما برای چی او را جهمی و خبیثه؟ یا این احمدی اچکری که احمقی که احمدی احمق، برای چی تکفیرش کرده بودیم؟ و حالی هم این تکفیر میکنیم خبیثی احمد. عینا همین عقیده رو داره. ظاهرا خودش اهل سنت میگه بله هر کسی که شرک اکبر کنه مشرک است، اما عذر المشرک تکفیر نمیکنه. برای چی؟ برای آن که تکفیر عام است. میگه مشرک تکفیر کردن تکفیر عام. مشرک به عینا میکنه، مشرک در بعض حالات عینا میکنه، اما جهمی به اومدگین اصلا نمیکنه. میگه که دلیل دارم. دلیلشون این است که حاتب ابن ابی بلتعه یکی از صحابگان جلیل اهل بدر میگن نامه رو نوشت، سر پیامبر دادنی شد، این جاسوسی، این کفر است، لیکن پیامبر تکفیر نکردن برای اینکه این تعویل کرده بود. تعویل عذر است. خیانت کرد، خباثت کرد کسی که این سخن کرد.
در مسند احمد ابن حنبل آشکار آمده. ما در این مسئله به شما چندین بار درس دادیم، رد زدیم، گوش میکنید و در آینده کتاب رو هم مینویسیم یا یگان رساله علما رو ترجمه میکنیم یا خود ما مختصرتر میسازیم، جمع و ترتیب میکنیم که عمر ابن الخطاب رضی الله عنه در پهلوی پیامبر ایستادند. حاتب ابن ابو بلتعه رو پیامبر گفتند حاتب رو بیاره، حاتب رو آوردند. عمر ابن الخطاب به پیامبر گفتند که والله حاتب منافق است، یعنی منافق است. این در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نفر رو منافق است گفته میشد، یعنی کافر است. پیامبر به عمر رضی الله عنه هیچ چیزی نگفتند. پیامبر نگفتند که ای عمر بس کن، نگفت. پیامبر اقرار کرد. اما بعد از این که خاطب اومدند گفتند که من خطا کردم، مقصدی من جاسوسی نبود، الله آیت نازل کرد و گفت که بله این مقصدش جاسوسی نبود. اما بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردند، امروز حرکتی که همون کاری حاتب ابن ابو بلتعه را میکرد کافر است، مرتد است. زیرا که در زمان پیامبر هم حاتب را عمر تکفیر کردند، اما بعد از این که آیت نازل شد بعد از این از تکفیر بازگشت. بعد از این حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم عمر رو بس کن گفتند، دیگر نگو، حاتب در حقش دیگر گپ نزنید. برای چی؟ برای که الله به پیامبر گفت که حاتب در حقیقت قولش حق است، دلش مؤمن و موحد است. یعنی این جاسوسی مقصد نداشت. اما امروز یک نفر همین کاری حاتب کرده رو که کافر است، مرتد است، جاسوس حکمش میگیرد. برای چی؟ برای اینکه امروز آیت نمیاد دیگر، از قلب تو ما دیگر به خبرش نمیتونیم. حکم به ظاهر است. حکم حاتب رو هم عمر رضی الله عنه و پیامبر در اول به ظاهر کافر گفت، اما بعد از این آیت نازل شد. این جهلا فریب داد. و دلیل دیگر دارد. دلیل دیگرشون این است که حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه شراب خورندگانی که شراب را از صحابگان اهل بدر یکی از اونها حلال گفت، نوشیدو به ما حلال گفت، میگن تکفیر نکرد و تعویل کرد. باطل است. بلکه ابن تیمیه رحمه الله خودشون میگن که صحابگان تکفیر کرده بود، در رزده بود. حالا که این کسانی که شراب خورده بودند اینها مطلق شراب را حلال نگفته بودند، فقط به اهل بدر گفتند و تعویل کرده بودند. لیکن ببینید همین تعویل کرده رو ابوبکر صدیق رضی الله عنه و صحابگان عذر دادن؟ نه، در رزدند. این مسئله دیگر میگن که احمد ابن حنبل رحمه الله مأمون را که پسر هارون الرشید بود و انمین امتحان را اولین بدعت امتحان کردن به قرآن مخلوق گفتن و نگفتنش، علما را برده حبس کردن، مجبور کردن انمین خبیث مأمون شروع کرد. میگویند که مأمون را احمد ابن حنبل تکفیر نکرد، بعد از این برادرش معتصم را هم نکرد، واثق را هم نکرد. باطل میگن، باطل است این سخن. بلکه احمد ابن حنبل آشکار واضح تکفیر کرد. ما رساله نوشتیم به شما به زبان کریلی گذاشته هستیم تاجیکی، همه روایت هایی که احمد ابن حنبل تکفیر کردن یک چند سال پیش این رساله رو به شما دادیم. کتاب های عربی را منتشر کرد. آشکار واضح است تکفیر وقتی که اهل تبریستان از نزد قبر مأمون میگذشتند کافر لا رحمه الله میگفت. احمد ابن حنبل گفتند که بله حق است، لا رحمه الله گفتند الله رحمتش نکرد این کافره که انمی فتنه را آورد، فتنه امتحان. احمد ابن حنبل معتصم را هم تکفیر کردند، اما معتصم توبه کرد، بعد از این رحمه الله گفتند. واثقش را هم که واثق از همه بدترش بود تکفیر کرد. ما اینا ثابت میکنیم. در بحث مناظره کسی اومده باشد بسم الله. ما دیدیم به علمای بزرگ عربش در این مسئله بحث مناظره کردیم، سکوت اختیار میکرد، فرار اختیار میکرد. بعد از این اینها به همین واسطه اینا چی میخواهند؟ این مذهب نوی پیدا شده اینا چی میخواد؟ اینا پروای جهم ابن صفوان نداره، اینا پروای ابن ابو داود نداره، پروای بشر المریسی نداره، پروای ابن کلاب نداره، اینا پروای جعد ابن درهم و اینا رو نداره، پروای کرابیسی هم نداره. اینا با فرق نداره، اونها را تکفیر کردن میگیرن. اینا مقصدی اساسیشون دفاع اشعری و ماتریدی است. همان وقت اشعری و ماتریدی رو اینا دفاع کرده میتوانند که این جهمی های نفس
همان وقت اشعری و ماتریدی این جهمی ها رو دفاع کرده، علمای غلات قبوریش رو دفاع کرده، میتوانند که سلف صالح در مبارزهشون با جهم ابن صفوان انا همون جره فریب دیدن، اونجا شما را فریب دیدن. وقتی که شما فریب خوردید در معامله سلف صالح، در معامله احمد ابن حنبل مثلا با مأمون، شما وقتی که اقرار کردید که بله احمد ابن حنبل مأمون تکفیر نکرد، تمام فریب بود. اگر شما اقرار کردید از این میبرد که این علمای اشعری رو هم تکفیر کردن به هیچ کس حق نداره، شرک کفر گفتار. اینا رو هم هیچ کس مبتدع گفتن به گمراه گفتن به حق نداره. احمد ابن حنبل نکرده باشن تو چرا میکنی میگه؟ انا این است مقصد. برای چی؟ برای که ما عقیده داریم که جهم ابن صفوان، صدای من خوب میره و شاید موج اینترنت من خیلی ضعیف شد. بله استاد بهتر آمده اشکال شک حالتون خوب است. بارک الله فیکم. بارک الله فیکم. بهترین خیلی باشد. ببینید برای که این خوب است، انا این جهمی ها و ماتریدی ها نامش ماتریدی، نامش اشعری است، اما اینها از مذهب جهمی هایی که در زمان سلف صالح بود اینو بدتر هستند. زیرا که در زمان سلف صالح صوفی های قبوری وجود نداشت. علمای سمرقندی میگن که عصر 4، یکی از علمای سمرقندی میگن که قبر پرستی اولین مراتب در درون امت اسلام بعد از عصر 3، بعد از زمان سلف به وجود آمد. در زمان سلف قبوری های جهمی بود، در باب اسما و صفات اینها مشرک بودند. اما قبر پرستی صوفیگی بعد از عصر 5-4 به وجود آمد. یعنی صوفی های غلات قبر پرست در زمان سلف نبودند. امروز اشعری ها از جهمی های زمان سلف چرا بدتر است؟ امروز اشعری ها در باب اسما و صفات، در باب ایمان، در باب جبری، در باب قدر مثل جهمی ها، مثل جهم ابن صفوان. اما زیادتی از جهم ابن صفوان این است که جهم ابن صفوان قبر به طواف نمیکرد. جهم ابن صفوان قبر پرستا را کافر میگفت. امروز اشعری ها، امروز ماتریدی ها به قبر اسلام نمیفهم. قبر پرستی جزئی ایمانی، جزئی اعوذ بالله مذهب و عقیده اونو شده است. بارک الله فیکم. برای همین امروز اشعری و ماتریدی ها بدترین، خبیثترین جهمی. اما کسانی که دعوای سلفی دارند خودشون سلفی میگویند. این خوب است، ما سلفی جهل و زور نیست. کسی که شرک اکبر کنند مشرک میگویند. اشعری و ماتریدی را برادرانی مسلمانی ماشاءالله تبارک الله ما میگویند. تو میگویی که آخرین اشعری ماتریدی الله در بالا بودنش انکار میکنند، کلام الله کلام نفسی میگویند، دیده شدن الله انکار میکنند، قبر پرستی علما در کتاباش جایز میداد. سیوطی استغاثه به غیر الله جایز میدونه. خود سیوطی در نزد قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم رفته استغاثه میکنه، یا رسول الله من از تو طلبی کمک اینو میکنم و اینا جایز میدن. تمام صفات الله، صفات فعلی انکار میکنه. باید اینو انکار کرده شد. اما اینها رو دفاع میکنن. چگونه؟ میگن که در زمان سلف صالح جهمی ها رو تکفیر عام میکردن اما تکفیر عین نمیکردن. یعنی تو امروز باید بگویی که اشعری و ماتریدی کفار است گفتن به حق داری، اما یک آدم معینی که اشعری است، الله در بالا بودنش انکار میکند، قبر پرست است و غیره و غیره، این آدم حق نداری که تو چی بگویی؟ کافر است. برای چی؟ میگه که تعویل عذر است. جهل عذر نیست، تعویل عذر است. علمای اشعری هر کار کنندن اونها مجتهد بودند، یک تا اجر گرفتند. این خوب است فرق کردن بین اصول دین، بین توحید، بین مسائل ظاهره و بین مسائل خفیه قبول ندارد. این خوب است را برید قبول ندارد. ابن تیمیه میگه، ابن تیمیه رحمه الله رحمت واسعه مسائل ظاهره و مسائل خفیه تقسیم کرده گفتند. نظر کنید به کتابی که ما نوشتیم برادر عزیزم. کتاب ایمان به عمل صحیح نیست،
من در اونجا تقسیم شدن دین به اصول و به فروع از امام شافعی و سلف صالح یک چند امام الملقی پیش از اینا امام شافعی ذکر کردم و سخنی ابن تیمیه رحمه الله را هم ذکر کردم، ابن القیم را هم ذکر کردم. اگر توانید مقاله اینجا گیرون پرته روزهای نزدیک این به فارسی هم برگردان میشه ان شاء الله. برادران اگر به فارسی باشن هم استفاده میبرند. این ثابت است. این میگن نه این عقیده معتزله است، این عقیده معتزله است، ثابت است. عقیده اهل سنت است. اصول فروع از هم دیگر فرق داره. برای همین بارک الله فیکم خیلی احتیاط باشید، خیلی احتیاط باشید. این مسئله رو باید شما انیق و دقیق کنید اگر خواهید که از فتنه ها بیرون شوید. و برای این مسئله رو ما انیق و دقیق کردن انا همین رساله رو نوشته ایستادیم، درس هم میگوییم و از این رساله یکی از این مشایخ برادرها درسی سلسله درس هم میگن. برای همین ما شروع کردیم از اول تکفیر، کفر کافر تکفیر. کفر چیست؟ کافر چیست؟ تکفیر چیست؟ کفر فعل و کفر فاعل. تکفیر فعل یا کفر فعل و کفر فاعل. تقسیم کردن به کفر فعل فاعل. و در همه مسئله فعل کفر است و فاعل هیچ گپ نیست. گفتن های درست است. این جهالت مذهبی جهمی است. بلکه در مسئله اصول کفر کرد کافر شد میگه کافر است. در مسائل فروع خفی کفر کرد فعلش کفر است کافر نه. این در مسائل خفی است. کفر عام و کفر عین او همیشه تکفیر عام میکردند و تکفیر عین نمیکرد سلف. نه این ضلالت است. بلکه سلف صالح در مسائل اصول تکفیر عام و تکفیر عین یک چیز بود. قرآن نظر بکنید، قرآن نظر بکنید. الله سبحانه و تعالی همه جا تکفیر مطلق کرده است، یعنی عام کرده است. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. به تحقیق کافر شدند آن کسایی که گفتند که الله سه است. عام گفت یا نگفت؟ بله. اگر به مذهب جهمیه نظر کنید الله در اینجا عام گفت، لیکن هر یک یهود و نصارا را، هر یک نصارا را تکفیر کرده نمیشد. برای چی؟ برای که اینجا عام گفت، عین به داخلش نیست میگه. عام عین به داخلش نیست میگه. اما میگیم که پس اگر عام عین به داخل داشته باشد این آیت عام است، عین به داخل داره، چیکار؟ یهود و نصارا شما در عین مسلمان میگید؟ شرمنده میشن، به عقب باز میگردن. لیکن بعضی از این خبثا به مانند هشام البیلی و غیر از خبثا هستند که گفتن که ما یهود و نصارا رو تکفیر عام میکنیم، یهود کافر نصارا کافر میگیم، اما یک آدم معینش رو توقف میکنیم. ببین تو همین درجه هم کردن به دین الله والله بازی میکنن. دین الله به ثمن قلیل میفروشن. خوب است. زیرا که ببینید وقتی که یک قاعده برآوردن این قاعده عموم است. وقتی که قاعده رو به سر مسلمان ها زده گفتید که هر کسی که کافر شد ما عموم میگیم، هر کسی که کفر کرد کافر است، اما معین نمیگوییم. سخن سلف همین است. به قرآن نظر کرد، قرآن همه تکفیرش عام است. یهود عام تکفیر کرد هم عین است، عام است و عین است. الله نصارا را تکفیر کرد عام است و عین است. صحابه قبول کردند. بله هر کسی که عزیر ابن الله گوید کافر است. یک آدم معین همین گپ گفت کافر است. الله سبحانه و تعالی مشرکین قریش عام تکفیر کرد و این عین است. قل یا ایها الکافرون. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که مشرکین شما کفار هستید. اون پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط عام گفتند و عین به نخواستند؟ نه این عین است. در مسائل اصول دین عام و عین تقسیم نمی شود. وقتی که شما گفتید که هر کسی که شرک اکبر کرد مشرک است، تمام 100 کس کرده باشد همش کافر است. دلیل بیارگو. دلیل همون آیت استهزاء سوره توبه 31 نظر بگیر. الله آیت 31 نبودی. حالا رقم سوره توبه 31 اتخذوا احبارا ورهبانا من دون الله. این فراموش کردن در کدام آیت بود؟ الله سبحانه و تعالی میگه که لقد كفر الذين لئن سألتهم ليقولون كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الله چه گفت؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. شما کافر شدید بعد از ایمانتون. همین آیت عموم آمد. به سنت رسول الله در تفسیر آیت نظر میکنیم. اینجا 5-6 نفر نشسته بودن، یک نفر استهزا کرد، 4-5 نفر خاموش گوش کرده ایستاد. الله یک نفر را تو کافر شدی نگفت، به صیغه جمع یعنی به صیغه عموم صحبت کرد. آیا این آیت را علما گفتن که عام یرید بالخاص؟ علمای اصولی گفتن این آیت عام است.
تلفظش عام است لیکن یک نفر به خاص به گفته شده است، زیرا که در قرآن ما داریم آیاتی که عام است لیکن خاص است. وإذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. در این آیات بینید فإذا قال لهم الناس، انا میگه ناس یعنی وقتی که به پیامبر و صحابگان مردم گفتند، انا این آیات عام مردم گفت لیکن اینجا یک نفر آمده گفت. برای همین در علم اصول فقه میگن که این عام یرید به الخاص، علما گفتند. اما در آیات استهزاء علما نگفتند که این آیات عام است و خاص به خاص دلالت میکنه، نگفتند بلکه عام یرید به العام، عام است که عام رو خاص شده است. یعنی وقتی که الله سبحانه و تعالی در اینجا عام تکفیر کرد، به صیغه جمع تکفیر کرد، 5 نفر 6 نفری بوده رو هم گوینده و شنونده رو تکفیر کرد. بعد از این که این آیت عام تکفیر کرد، تکفیر عام کرد، صحابه چی فهمید؟ سوالی انا میگه ما سوال میتیم در آیت استهزاء به جهمیه سوال میتیم، کسانی که تکفیر عینه انکار میکنند سوال میتیم. وقتی که الله سبحانه و تعالی در اینجا عام تکفیر کرد، مطلق تکفیر کرد، شما کافر شدید، تو فلان ابن فلان، تو فلان ابن فلان کافری نگفت. شما کسانی که استهزاء کرد، یک نفر کسانی که استهزاء و شنوندگان استهزاء، شما کافرید. اکنون پیامبر و صحابگان به این آیت چگونه عمل کردند؟ این سخن عام است لیکن ما آدم معین تکفیر نمیکنیم گفتند مگر؟ نگفتند. پیامبر صلی الله علیه و و صحابگان همین مجلس اند گفتند که چند نفر، 5 نفر 6 نفر بودند، تو استهزاء کردی شما گوش کردید، تو همه کافر است. الله گفت شما کافرید، همین مجلسندگی ها همه کافرید. هر کسی که استهزاء کرد کافری. کی استهزاء کرد؟ من. پس تو کافری. کی استهزاء کرد؟ شنونده ها چند نفر بودید؟ 10 نفر. 10 نفر کافری. هر کسی که شرک اکبر میکرد کافر است. چند نفر است؟ 1 میلیون نفر. 1 میلیون نفر فلان ابن فلان همه کافر. این است منهج قرآن و این است منهج سنت. اینا بازی میکنن به دین الله سبحانه و تعالی. نیست قرآن میگویند که نه، در اینجا هم عام و هم عین است. یهود و نصارا را الله هم عام و هم عین تکفیر کرد، اما دیگر جا هم عام و هم عین نیست. عام به تکفیر، عین به نه. دلیل از کجا این سخن شما گفتید؟ جواب نه، فرار میکنند. حقارت، دشنام، خوارج، تکفیری، سختگیر، جاهل، بیعلم میرند. و سلف صالح گفتند که امام الدارمی رحمه الله، عثمان بن سعید الدارمی رحمه الله، فارسی، اجداد ما، برادر عزیز، همین علما را ببین، با امروز ما را طعنه میزنند که شما عرب ها را رفته خونده اومدید گمراه شدید. گفتن نه، امام البخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، حرب بن اسماعیل کرمانی، ابو زرعة الرازي، ابو حاتم الرازي، ابو ايوب السختياني، عثمان بن سعيد الدارمي، ابن منده و دیگر علما، اسحاق بن راهوی، محمد بن سیرین، عبدالله بن مبارک و چقدر علما، ابن ابي حاتم، محدثین، مفسرین، ابن جریر الطبری، ابن ابي حاتم، ابن جریر الطبری، مجاهد، اینا همه از همین منطقه من شماست. همه کتاب نویسا، خدمت کنندگان به سلف صالح ببینید، اکثریت از ملت فارس و خراسان زمین و ماوراءالنهر و این طرف آن طرف است. ما فراموش کردیم، ما ترک کردیم اینو. بله این خوبسای جهمی هم لیکن از این منطقه ما است. محمد ابن کرام مجسمه خبیث و جهمی در باب ایمان، جعد ابن درهمی خبیث خراسانی، محمد ابن کرام خبیث خراسانی، جهم ابن صفوان خبیث خراسانی. سبحان الله. یعنی اهل سنت قوی سلف صالح از خراسانی که جهم چنین که پیامبر گفتن الفتنه تو اینها هنا، طرف شرق نشون گفتن فتنه از اونجاست. فتنه از اینجا به وجود آمد، لیکن از سبب اینکه در روبروی فتنه علما خاموش ایستادند، علما رو قتل کردند، علما رو به زیر شمشیر بردند، آهسته آهسته غلبه، باطل غلبه کرد. منطقه خراسان، این منطقه سرزمین ما، منطقه اهل سنت کتی معروف بود. زمانی که دیگر منطقه ها گمراه شده بودن، این منطقه اهل سنت کتی معروف بود.
لیکن متاسفانه آیسته 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 به مرور زمان این خوبسا منبرها رو به دست گرفتند، آیسته آیسته پیش رفت. کتاب ذم الکلام را خونید برادرای طالب علم، کتاب ذم الکلام ابو اسماعیل الهروی الانصاری رحمه الله را خونید که میگه به خاطر تکفیر کردنم اشعری ها را 5 بار سری مرا به زیر شمشیر بودم، اما تن ندادم، اما کشته هم نتوانست. خیلی مبارزه بود. این دین به مبارزه آمد، به مردای صادق آمد، به بزدل و کذاب و دروغگوی و ناجوان مرد و این دین به اونها احتیاج هم ندارد و اونها به این دین خدمت هم کرده نمیتوان. به این دین مرد لازم است، صادق لازم است، یک رنگ لازم است، مثل روباه و مار هر روز پوست خودت رو، ایمانت رو گرفته دیگر کردن نمیگیری، در منهج استقامت میکنی. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، راست میری. پس این خوبسا آمدند و میخواهند که انمین منهج سلف را از انمون زمان سلف دیگر میکن. سلف فریب میتن، سلف از نام سلف شما به دروغ میگن و مسلمان ها را مشغول کردن به خودشون. امروز کتاب ها اینقدر زیاد است، کتاب اینقدر زیاد است، مردم از علمای سلف دور شدند، گمراه شدند. مگر پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتند که تمسکوا بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین، چنگ بزنید به سنت من و سنت خلفای راشدین مهدیین و دندانهایتان بگیرید. مگر پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتند خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، بهترین قرن من است و بعد از این اومده و بعد از این اومده. خیلی که کتاب عالم امروزه رو میفهمی، کتاب سلف رو میفهمی. کتاب سلف والله واضح تر از امروزه کلام ها است، کلام بازی است. البته به واسطه علمای اهل سنت میروی، این بهتر است. برای چی ما امروز میگیم علمای اهل سنت رو چنگ زنید؟ زیرا که امروز علماها مذهب سلف را شرح میدن، همه به هوا و هوس خودش. یک قسم میگه سلف صالح، من سلفی هم میگه مذهبی سلف دیگر کرده به تو میفهمم. برای همین علمای اهل سنت ضرور است. مدخلی هم دعوا داره که من اهل سنتم، جهمی هم دعوا داره، اشعری ماتریدی هم. انا همین از همه نازکترین خبیثترین مذهبی باقی مانده که حالا شما این خیلیش ندیدید، لیکن روزهای نزدیک این خیلیش هم میبینید. ما خیلی که دیده شدیم این عقیده مویسته ظاهر شده شده است. سبب ظاهر شوی این چی است؟ این عقیده بود از سبب اینکه مرحله دعوتی ما، مرحله شما برادرها به این درجه نرسیده بود، در این مسئله صحبت نمیشد. اما الله به شکر، الحمدلله ثم الحمدلله که الله به ما توفیق داد که انمین نقطه به ما همراهی همدیگر آمده رسید. اگه فهمیدید که دعوت ما چگونه به حکمت است، از 2014 تا 2024 تسجیل بحث و مناظره 11 سال است، انکنون این نقطه به آمده رسید. برادرای آماده کردیم، خواهرای آماده کردیم، درس دادیم، حفظ کنانیدیم، زینه به زینه آوردیم، به فضل و کرم الله سبحانه و تعالی رسیدیم. و این نقطه آخرترین است که شما مذهب سلف صالح را باید عمیق و دقیق دانید و در آینده برای همین ما نقشه داریم که به شما علمای سلف را از یاد میکنیم. هر یک برادری ما باید لا اقل 20 30 40 علمای سلف را به نام کتابش دارد. انا میخوام شمرده بگم: ابو حاتم الرازی، ابو زرعه الرازی، امام البخاری، امام مسلم، ابو داود النسائي، الترمذي، عثمان بن سعيد الدارمي، ابن البته خزیمه از عصر 4 است، از این نشد. ابو ایوب السختیانی، قاسم ابن سلام، حسن البصري، الزهري، سفيان الثوري، ابن عيينة، عبد الله بن مبارك، محمد بن سيرين، سعيد بن جبير، حرب بن اسماعيل الكرماني، احمد بن حنبل، عبد الله بن احمد بن حنبل و ده ها علمای دیگر که کتابشون هست. شما نمینه باذن الله در آینده انا میتونیم برنامه ما داریم که علماها را به روز تولد اولش اول از صحابه، علماهای صحابه، فقها السبعه میگن، محدثین سبعه،
انمی خیلی از یاد میکنید. بعد از این تابعین، علمای کبارشون به کتابهایشون، مفسرین از تابعین، بعد از این تبع تابعین، والله سلف صالح شناسید بسیار این علما از منطقه شما هستند، لیکن شما بجای این که این علما را شناسید، ابو عبدالله رودکی را شناختید، فردوسی را شناختید، این شعرای قرامیته را شناختید. شما را فریب دادند. این علما را باید شما شناسید و بعد از این کتاب‌های این علما را بدانید. این علما یک تنه، دو تنه، 10 کتاب. امام البخاری 26 کتاب دارد. احمد بن حنبل چند کتاب دارد. این کتاب‌ها را باذن الله میخوانید و مذهب سلف باید انیق و دقیق بدانید که سلف صالح جهمیه ها را تکفیر میکردند و تکفیرشون عین هم بود. الجهمیه کفار میگفتند. جهمیه ها کافر هستند به عموم، عام، مطلق. و بعد از این که یک آدم معین جهمی بودنش اثبات میشد، کافر میگفتند. اما تکفیر بالعموم نمیکردند. نمیگفتند که امروز همه ای سرزمین جهمی شده است، همه کافر است. نمیگفتند. این خوارجی است. این منهج خوارجی است. احتیاط شوید. این غلو است. اینجا نقطه خوارج به اهمیتی. یعنی وقتی که این مسئله نازک می آموزید، خوارج را هم دانید، جهمیه را هم دانید، اهل وسط، اهل سنت و جماعت را دانید. و جعلناکم امتا وسطا. الله ما را امتی وسط قرار داد. ما دینمان در بین دیگر دینها وسط است. مذهب اهل سنت و جماعت در بین غلات و جفات وسط است. حفظكم الله و رعاكم و وفقكم الله بكل خیر. برای همین بارک الله فیکم برادر عزیزم. سلف صالح منهجشون نمی بود که میگفتن جهمیه کفار است بالعموم. میگفتن هر کسی که الله در بالا بودنش انکار کند کفار است، کافر است. میگفتن هر کسی که کلام الله مخلوق است کافر است. و بعد از این اگر یک آدم بیاید رو به رو یک آدم معین بینم که جهمیه هست، یعنی الله در بالا بودنش انکار میکند، کلام الله مخلوق میگه، اگر همین سخنش معناش دانسته فهمیده گفته ایستاده باشد، تکفیر میکنه. همین سخنه چی معنا داشته نشه گفته ایستاده باشد، تکفیر میکنه. اما اگر عجم باشد و معنای سخنش نفهمد، البته تکفیر نمیشه، زیرا که اینجا معناش باید فهمد که چی معنا. یعنی کلام الله مخلوق والعیاذ بالله. همین معنا چی معنا دارد؟ هست الله یعنی گپ زده نمیتواند، سخنش خلق کردگی است. انا همین معنا که تفهمد کافر است. امروز هم ما میگیم جهمیت و الماتوریدی، جهمیه زمان ماتوریدی اشعری کفار است بالعموم میگه، و یک آدم معین رو بینیم که عقیده اشعری و ماتوریدی را دارد، یعنی جهمیه که الله در بالا بودنش انکار میکند یا کلام الله سبحانه و تعالی یا این و آن، کافر است. همین ما به عین تکفیر میکنیم. و من برای همین به شما امروز چندمین دهمین مقاله رو گذاشتم و در آینده 10-15 تا دیگر به شما علم میگذارم. سلف صالح کی را تکفیر کردم بالعین؟ جهم ابن صفوان، جعد ابن درهم، ابن فراز و بشر المریسی، ابن ابی داود، کرابیسی، معمر الرافزی و دیگر از خبثایی که از جهمی ها در زمان سلف بودن به نامشون، یا که مأمون رو، معتصم رو تا توبه کردنش بعد از این واسق رو، هر یک اینها رو من به شما نوشته در همین گروه گذاشته ایستادم. نظر بکنید، مطالعه کنید. برای چی؟ برای که تکفیر عین بود. احمد ابن امام شافعی حفظ الفرد رو، حفظ الفرد، شما فکر کنید که کدام احمق بود. حفظ الفرد نظر بکنید، کتاب دارد توحید، کتاب دارد در رد علی الرافضه، 7-8 کتاب‌های بزرگ دارد. اما وقتی که به امام شافعی صحبت کرد، امام شافعی گفتن که خودت چی میگویی؟ قرآن رو گفت من مخلوق میگم. کفرت بالله العظیم گفت. یا کافر گفتن در روایت، یا کافر گفتن. کافر شدی به الله عظیم. تکفیری صریح کرد. النسائی، امام النسائی رحمه الله میگن که امام شافعی رحمه الله کفر من حفظ الفرد. حفظ الفرد یکی از علمای مصری بود، در همین مسئله تعویل کرد، گمراه شد. احمد امام شافعی رحمه الله تکفیرش کرد.
حفظ الفرد را امام شافعی حفظ المتفرد و در بعض روایات حفظ القرد میگفت، حفظ میمون میگفت. الله لعنتش کنه میگفت. اما این انمین جهمی های اخیرگی پسلیدنی این مارها اینا میگن که نه سلف صالح بالعموم تکفیر میکردن بالعین تکفیر نمیکردن. برای همین البته که ما هم کتاب هم سلف به شما نام به نام بالا باذن الله برادران خوارا نوشته به شما میگذاریم. از برادرها خواهش میکنیم میپرسیم سند به سند قرن اول علمای محدثینی قرن اول از صحابه ها رو لا اقل 20 یا 30 تاشون رو بروز وفاتشون باید دانید فقها و سبعه بعد از این است. از تابعین کبار فقها و سبعه اول فقهای صحابه چه خیلی که ابن القیم الجوزی در کتاب اعلام الموقع نظر بکنید فقها از صحابه فقها و سبعه بعد از این فقها و سبعه از تابعین بعد از این بارك الله فيكم علماء تابعین بعد از این تبع تابعین تبع و اتباع تابعین بعد از این علمای متقدمین اینا را شناخته منهجشون به انیق شوید. والله شما هر یک شما برادرانم به مانند یک کوه در روبروی رافضه میستید، به مانند یک کوه در روبروی صوفی میستید، به مانند یک کوه در روبروی حزبی میستید، به مانند یک کوه در روبروی همه نمود جهمی از عاذریش سر کرده تا راسخه و جهمیه و دفاع کننده اشعری ماتریدی میستید. پروای هیچ کسی ندارید برای که شما منهج سلف دارید. خود شما میدونید که کی در کجای سخن را گفته است. و البته علمای معاصر ما ذکر میکنیم که کدام علمای معاصر را ما پیروی میکنیم، از کدام مشایخ این سخن ها را میگیم. البته معروف است محمد ابن ابراهیم من اولی علمای نجده نگفتم و یا گذشتن من معاصر گفتم. علی ابن خدیر حفظه الله و فک اسره پیش از این استادشون علامه حمود ابن عقل الشعیبی محمد ابن ابراهیم ابن عبد اللطیف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله و دیگر از علما خیلی زیاد هستن که نام به نام به شما میگم. انا این است منهج ما برادریز. برای همین ثابت باشید منهج فقط از سلف است، قرآن سنت به فهم سلف و باذن الله ما حرکت میکنیم که فقط به سخنهای سلف به شما سخن گوییم و بعد از اینکه سخنهای سلف گفتیم سخنهای علمای متقدمین و متأخرین و معاصرین را که به سخنهای سلف موافق است بعد از این ذکر کنیم. و منهج فراموش نکنید برادر عزیزم، منهج این است که سخن هر علمایی که بعد از سلف است اگر موافق سلف باشد قبول است، مخالف سلف باشد قبول نیست. اگر کفر شرک باشد تکفیر است، نه اگر هم خیلی خطای عادی باشد خطا کردند. پیامبر گفتن کل بنی آدم خطا، هر یک فرزند آدم خطا کرده است. این منهج فراموش نکنید. ما در بعض حالت سخن سلف 10 تا 15 تا میاریم، بعضی از این جهمی های جهلا به ما سخن معاصره میارد. ما میگیم که ببینید منهج چیست، معیار چیست، سنجش چیست. سخن سلف باید به سخن علمای معاصر سنجیده شود یا که علمای معاصر به سخن سلف سنجیده شود؟ البته علمای معاصر به سخن سلف سنجیده میشه. علمای معاصر میسنجیم که اگر سخنش موافق سلف باشد قبول است، مخالف باشد قبول نیست. اما جهمی ها برعکس کردند، تو سخن سلف گویی اینا معاصره میگن، اینا میگن که سخن معاصر فهمیده میشد سخن سلف فهمیده نمیشد. این چی جهالت است، چی احمقی است. برعکس سخن سلف مختصرتر، واضحتر، انیقتر، دقیقتر بود. اصلا کلام بازی نداشت. سلف صالح کلام بازی نداشت، آشکار واضح انیق دقیق. اگر خواهی مرحمت کتابی عثمان بن سعید الدارمی رحمه الله في الرد على بشر بن الريسي را نظر بکن، في الرد على الجهمیه را نظر بکن، کتاب توحیدش را نظر بکن. والله واضح است. کلام بازی و تملق بازی و روی خاطر کسی را کن و عاطفه بازی و هیچ چیز نیست غیر از رضاگی الله. دیگر چیزی را در کتاب سلف نمیبینی. حق گفت. چقدر اونها تنها وفات کردند، اذیت کشیدند، حق گفتند. برای پیامبر صلی الله علیه و سلم خیر القرون قرنی ثم الذين يلون ثم الذين يلون. ذكر الرابعه تودا
نسیه راوی نسیه. برای همین برادران در منهج باشید، سخن سلف ترک کرده، سخن خلاف رو با مانند سلف نگیرید، بلکه سخن خلاف موافق سلف فهمیده شد. این یک منهج. منهج دوم این است که ما عقیده رو چگونه بنیاد میکنیم. اول سخن سلف خونده، از سخن سلف عقیده ما رو میگیریم، منهج میگیریم. اما اهل بدعت اول عقیده میسازند، اول عقیده رو میسازند، بعد از این مردنی وار خر برین اولاغ برین دلیل میکوبند. نه برادر، این گمراهی است. به مانند راسخیت الجهمیت الاولاغیت الخریه. اینا چیکار میکنند؟ عقیده مسلمان لغوی ساختند، 3 ماه باز خر برین دلیل میکوبند. یعنی از سلف سخن سلف میکوبند، یافته نمیشد. خودی شما میدانید، خیلی سلف گفتند، خودی شما میدانید، گفته شما را فریب میتید. نه من نمیدونم، گو من نمیدونم، من از سلف ندیدم بگوید. اما این خوبسای جهمی میدانند که مردم روی خاطر میکنند، مردم روی خاطر باز است. برای همین میگه که برادر تو خودت میدونی که میدونی، اینم بیچاره حق گفته نمیتونه که نه من نمیدونم گفته نمیتونه، ولی میگه نمیدونیم. مثلا من یک طالب علم انا اینجا مشایخ هستم، ما ندیدیم، این دروغ است. چقدر من علمای مشایخمون رو تماس گرفتم که یک سلف یک جمله بیارم، حتی به روایت ضعیف و باطل. همین گپ هست که مسلمان لغوی کفار مشرکین یهود نصارا باشد، مرتدین و مشرکین باشد، والله وجود نداره. نه، برای همین اینا رو خیلی میکنن، اول عقیده رو میسازند، بعد از این دلیل میکوبند. نه، که عقیده نساز، اول تو رفته از سخن سلف آموز عقیده تا گیر. اصلا اول خودت عقیده ساخته، بعد از این قرآن و سنت خودت به یتله کشاله نکن. قرآن و سنت رو استفاده برای منفعت شخصی عقیده خودت نبر، بلکه تو تابع قرآن و سنت باش. انا این است منهج. ما وقتی که منهج میگیم، منهج نمی است که ما باید تابع قرآن و سنت شیم. رفته دلیل از قرآن و سنت گیریم، عقیده ما از قرآن و سنت بگیریم با فهم سلف. اما اهل بدعت اول عقیده را میسازن، بعد قرآن و سنت نظر میکنن، از قرآن و سنت نیابن، عقل پیش میگیرن، قرآن و سنت تحریف میکنن، قرآن و سنت تحریف میکنن. چه آیت متشابهات است. برای من ابو ایوب سختیانی رحمه الله یک از علمای سلف گفتند که یگان اهل بدعت را ندیدم مگر این که دلیل میگیرد فقط از آیات متشابهات، فقط از آیات متشابه. الله المستعان. امام شافعی رحمه الله گفتند که امام احمد بن حنبل رحمه الله گفتند که اهل بدعت را میبینم که گفتند از این 3 آیت حجت میگیرد و 3 آیت آوردن گفتند که هر 3 این آیت از متشابهات است، فقط متشابهات. برای چی؟ برای که متشابهات را تعویل کردن، تحریف کرده میتوانند به این معنا که مردم فریب داده میتوانند. آیت محکم کتی با آیت محکم مردم عامه را فریب داده اینو نمیتوانند، برای که آیت محکم مردم عامه هم میفهمند، همون به واسطه متشابه، چگونه که جهمی های امروزه کرده شده. یا ایها الذین آمنوا بالله را میارد، البته متشابه است. الله المستعان، الله المستعان. برای این برادر عزیزم، به منهج باشید، در حق میستید، به منهج باشید، ثابت میستید. سلف به چنگ زنید، ثابت میستید. در همه اختلافات و فتنه ها و کشمکش ها قرآن و سنت، فهم سلف، فهم سلف، فهم سلف، روایت از سلف. و نقطه دوم، روایت از سلف بیارد، خرسان شده نرفت. این روایت هایی که میارد صحیح دارد و ضعیف دارد، سند دارد، چیزی به سند قبول نکن. امام احمد بن حنبل گفته عربی نوشته پرتات قبول نکن. والله ما خوارج ها را دیدیم، جهمی ها را دیدیم که از نام امام ها دروغ میگوید، سند میسازد، دروغ. به مانند ابو محمد کردی خبیث خوارج آمد به ما بحث مناظره کرد، یک چند سند ذکر کرد که علمای سلف سند احمد بن حنبل و اینان ابو حنیفه را تکفیر کردند. سند ما همراه برادرمون عمران نورستانی، ببینید نظر کنید چگونه یک رساله رو جور کردیم که در اونجا نوشته شده است که بعضی سندها رو اینا ساخت، دروغ، این سند نیست، این خیلی روایت نیست.
روایت ضعیف را سندش را خودش آدمای صحیح میگذارد. فریب میدهد. فریب. برای همین وقتی که تو سلف گفتیم کارت خلاص نیست. قرآن و سنت فهمی سلف گفتیم خلاص نیست. وقتی که روایت از سلف آمد بعد از این سندش صحیح هست یا نیست تو اینو باید عمیق و دقیق کنی. از طالب علم پرسی. برای که روایت ها ضعیف است. مثلا ما در کتاب رد قاطع به معرف راسخ و به هم مسلکانش در مسئله مسلمان لغوی و مجازی گفتن کفار مشرکین در بخش سوم بود والله اعلم، در اونجا دو روایتی که از سلف آوردن اینها رد زدیم. سندن ببینید چقدر رد زدیم. روایتی که از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت است در آیت سوره النمل آیت 38 که الله سبحانه و تعالی میگه که از حضرتی که از حضرت سلیمان نقل میکرد الله سبحانه و تعالی میگه که قبل ایاتون مسلمین. از اینجا از ابن عباس روایت است که قبل ایاتون مهطعین. انا من روایت ابن جریر الطبری و این اون آوردن سندن ضعیف است. در سندش وهب یا که غیر وهب یکی از همون یا از علی بن طلحه والله. و این چنین یکی دیگر از روایت ها رو آوردن اینها در زیر بارک الله فیکم یکی از روایت هایی که ولا یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون از وهب یا علی بن طلحه بود که سند اینم ضعیف است. اگر صحیح گوید هم هیچ حجت نمیشد. اگر صحیح گوید هم این یگان مسئله رو عوض نمیکنه، لیکن ضعیف است و دین ما از ضعیف گرفته نمیشه. ضعیف است. برای من قرآن و سنت با فهم سلف این امت به سندی صحیح، همین چهارم چیز نه، سندی صحیح اسرائیلیات نباشه. فریب نخورید. دزدها در این راه دین خیلی زیاد هستند. دزدها عقیده شما را میدزدند، شما را فریب میدهند. خیلی که پیامبر گفتن در دروازه های جهنم نشسته شما را به سوی جهنم دعوت میکنه. احتیاط باشید. برای همین باذن الله ما برادرهای شما ما طالب علم در حرکت هستیم. ما یک روز نیست که بی‌پروا شده باشیم. یک روز نیست که در این راه منهج فکر نکرده باشیم. یک روز نیست که لااقل درباره یا نوشتن یا می نویسیم یا درباره نوشتن فکر نکرده باشیم. این فضل الله سبحانه و تعالی که به من و شما امروز داد بعد از چند صد سالها از ضلالت و گمراهی. فراموش نکنه جوانی فارس که این توحید نابی که امروز تو میبینی بسیاری ها انتظارش بودند، میخواستند، بیچاره ها ندیدند و اهل فتره رفتند. و فکر نکن که این تا دیروز بودی با هست، چند صد ساله ها نبود. تو فکر نکن که در تاجیکستان پیش از آمدن اتئیست ها، در افغانستان پیش از آمدن این دیگر، در تاجیکستان، افغانستان، ایران پیش از این خمینی خبیث مجوس در ایران هم پادشاهی بود. محمد رضا بود، کسی دیگر از پادشاهی بود. اونجا هم فحش و فاحشه و عقیده ها پیش از رافض آمدن عقیده ها ویران شده بود. مردم عامه ویران شده بودند. این افغانستان هم و تاجیکستان هم. تاجیکستان پیش از آمدن روس خودشان در عقیده ما تاجیکستان نمیگیم، در اینجا خراسان بگویم یا ماوراء النهر، این چنین خراسان کبیر که بخارا و سمرقند و امروزه تاجیکستان و ترکمن اینا پیش از آمدن روس هم اینا رسوا شده بودند. این سخن را ابو مسلم معصوم خوجندی میگه. ابو مسلم خوجندی که در وقتی آمدن روس ها بود و فرار کرد، در مکه رفت، 10 کتاب نوشتند و رحمه الله به عقیده سلف وفات کردند. در یکی از کتاباشون میگن که این ملحدین روس را چی میگن؟ وبای سرخ میگن. وبای سرخ بسری میگن. این منطقه آسیای مرکزی که در اینجا مسلمان ها زندگی میکرد بیهوده نآمد. میگن سبب داشت. سببش این که این مردم اشعری، ماتوریدی، قبوری، صوفی غلات شده بود.
حتی پیش از آمدن روس ملحدین در این منطقه علمای اهل سنت زندگی کرده نمیموندند. اما خودی انا همین ابو معصوم خوجندی رو در شهر سوغد، در شهر بگویم خوجند، در شهر خوجند سبحان الله چیکار کردن؟ خواستند که دار کشند، خواستند که بکشند به خاطر عقیده اهل سنتش. ببینید برای همین میگن از سبب اینکه در این منطقه شرک منتشر شد که خیلی عقیده اهل سنت نابود شد و غریب شد، توحید غریب شد. مرحمت بعد از این ملحدین آمد اینجا را غصب کرد. برای همین ای جوان تو فکر نکن که این عقیده یک 5-10 ساله نبود و با پیدا شد. چند صد ساله ها نبوده چیست؟ پیدا شد. مرد شو، چنگ زن، صادق باش، فتان نباش. بسیاری ها نمیفهمند بزرگی این توحید را، بسیاری ها نمیفهمند بزرگی این دعوت را، بسیاری ها نمیفهمند بزرگی این منهج را، بسیاری ها نمیفهمند که چقدر این گم کرده چند صد ساله ها نبوده به وجود آمده است. کارشان فتنه، کارشان دسیسه، کارشان طعنه، کارشان در بین موحدین فتنه ایجاد کنی، به خاطر نفسش، به خاطر کبر تن نمیدهد، لااقل خاموش نمیایستد، نونهال توحید را از رشد کردن باز می‌دارد. در نزد الله جواب میگن این چنین شبهه کارندگان، این چنین متکبران، این چنین طعنه زنندگان طالب علمان، احترام نکنندگان طالب علمان، دعوت پس زنندگان، والله در نزد الله جواب خواهید داد. ما در روبروی شما در نزد الله شکایت میکنیم. به این چنین فتان متکبرین بخشش وجود ندارد تا زمانی که توبه نکنند. یک گناه شخصی رو کردی، یعنی به یک طالب علم شخصا یک چیزی بود، خیر گفتیم این بخشیده میشد، اما عمومی مردم رو به فتنه گرفتار کردن به خاطر نفس، به خاطر کبر شبهه را ایجاد کردن، شب و روز دسیسه. والله الف را از با فرق کرده نمیتوان. بسیاریش قرآن خونده نمیتوان، یک احادیث از رسول پیامبر صلی الله علیه و یک حدیث نمیدان، یک مسئله را گفته نمیتوان. اما در باب فتنه چنان داد و وای فریاد دارد. ما هم برادر میگوییم، احترام میکنیم، ما میخوایم که گمراه نشود، لیکن به خدایت کبر و غرور و دیوانگی رو بس کنید. شما خودتون رو کیس میکنید. بعضی ها جهمی برآمد و گفت، میبینی که در نزد این جهمی 4-5 این فتان ها وجود دارد. این داملای نو برآمده شیخ این خیل میگه، شما چی خیل میگید؟ شما چی میگید؟ من این خیل میگم. ما میگیم آخر تو 10 سال است که خودت رو موحد میگویی، 10 سال است که درس گوش میکنم میگویی. تو چه موحد هستی؟ تو چه درس گوش کردی که رفته سخن او را باطل بودنش نمیفهمیدی، سخن ما را حق بودنش را هم نمیفهمیدی. حق و باطل بعد از 10 سال موحدی به تو معلوم نباشد تو چگونه موحد هستی؟ به خود بیا. امروز میبرد یک جهمی یک کلمه سخن گفت، تماشا کنید چند جاهلک به نزد این جهمی رفته است. میگه که من حق فهمیدن میخوام. ما میگیم وای بر تو که تا به حال حق نفهمیده باشی، هلاک شدید. گپ به گپ بیاید 10 سال است من موحدم. میگه چقدر میشه 10 سال تو موحد باشی تو به حال حق نفهمیده ای؟ اکنون بعد از این جهمی برآمدن حق فهمیدن میخواست. این زلالت است، این کبر است، این حسد است. بعضی خوبسا در درونشان فقط نقشه ویرانی دارند، فقط نقشه ضدیت دارند، تم دادن نمیخواد، زیرا بزرگی را میخواد. اینا فکر میکنند که طالب علمان اهل سنت اینها رئیسند. این طالب علمان نباید رئیس باشند و ما رئیس باشیم. این دعوت رئیس بازی نیست، این دعوت پادشاهی بازی نیست، این دعوت مقام بازی نیست، از این دعوت دنیا گرفتن هم بازی نیست، حرام است. این دعوت مبارزه بین حق و باطل است، بین توحید و شرک است، بین اسلام و کفر است. این راه انبیاء و رسول است. این سختترین وزنین ترین راه و مسئولیت پذیرترین راه است. از الله بترس.
ای جاهل از الله بترس و از اهل بدعت دور شو. این است که بعضی وقت می شود، این فهم ما هست که بعضی می شود به بعضی برادران سختتر گپ میزنه و ببینی که با خفگی رو پیدا کرده، خفه شوی رو بس کن، به توحید چنگ زن. والله تو حیات انبیا و رسول رو میفهمیدی، مبارزه شرک و توحید و شرک رو میفهمیدی. هرگز در شنیدن سخن حق، هرگز در نصیحت یک طالب علم غمگین بازی و خفگی بازی و از عقب اهل توحید بازی نمیکنی، زود می اومدی. برای همین ما شما رو دعوت میکنیم برادر عزیزم، دعوت میکنیم که نمیخیر صادق باشیم. چقدر ما صادق شدیم، چقدر مستحکم شدیم، چقدر منهجی شدیم، همان قدر توحید پیش میره، نصرت الله پیش میره. این در مدت یک سال چقدر مبتدعین از بین شما رفتن، به سبب رفتن اینها چقدر حق واضح شد، چقدر مسئله ها رو فهمیدید، چقدر صف موحدین خالص و تازه شد. برای چی؟ برای که شما روز به روز فهمیده مخلص شده ایستاده، صف شما رو هم الله زیبا و مستحکم کرده ایستاده است. اگر همچنین باقی موندن بگیرید، شما جوانها بزرگترین جوان موحدین شاید در این عصر، شاید شما از همه متحولترین مردم باید باشید. شاید سالهای نزدیک متحولترین مردم، بهترین در 100 ساله های آینده نام شما همچون موحدین تطبیق کننده لا اله الا الله بیمون. اما به صبر است، به تحمل است، به معامله است. ما میبینیم 4-5 موحد در یک جا نشسته صحبت خوب کرده نمیتواند، بی طعنه و بی تماغو در یک جا نشسته نمیتواند و باز انا همین موحدها دعوای یک دسته شده نمیکنه. تو موحد هستی، در اصل دین برادر، این در یک منهج هستی، در یک دین هستی، در یک عقیده هستی. اگر تو دو موحد به همدیگر مهربانی کرده نتوانی، تنازل کرده نتوانی، دوستی کرده نتوانی، از کدام وحدت ما باید صحبت کنیم؟ برای همین برادر عزیزم مستحکم باشید، مستحکم باشید. همین کاری که دعوتی که ما کرده سیم همین وحدت است، وحدت در بالای حبل الله المتین لا اله الا الله، قرآن و سنت فهم سلفین امت و بوسنه باذن الله سبحانه و تعالی. با همین نصرت قریب است، نصرت به توحید است و به ایمان است، نصرت به جماعت نیست، به عدد و عدد نیست، نصرت به عقیده است. نصرت الله به انمین عقیده، یعنی به اخلاص، به موحدی توی بودن. چقدر که موحد شدید انا مقدر نصرت الله میاد. نصرت الله به مشرکین نیست. میلیون عدد داشته باش میگه گرفته میری. برای همین برادر عزیزم موحد باشید. الله سبحانه و تعالی همه شما را حفظ میکند، به شما برکت بدهد. ببینید سخن ما به پای رسانده بودیم لیکن طولانی کردیم به سبب اینکه یک نقطه به یادمان آمد. این جهمی خوبسو را بعضی از نقطه‌هاشون به یادم میاد، از فرصت استفاده کردیم رساندیم. اگرچه امروز درس نبود لیکن اینم یکی از نقطه‌های بزرگ درسی است که باید خوب به دقت اینا رو شنیده باشیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه الله باشید برادر.